خوش اومد به یه ویدیو. این اولین ویدیو من است. اومدیم داخل بازی روبلاکس. من داخل بازی روبلاکس اومدیم امروز گیم پلی این بازی رو بذاریم. بازی خوبیه، عالیه، خیلی هم آره دیگه بازی خوبیه و آرامش بخش واسه من خیلی خوب. من خیلی اینو قبول دارم و معروفم هست دیگه. اگه الان اسمشو بزنید یا بگردید داخل روبلاکس پیداش میکنید. یه دقیقه من این صدا رو خب نکنید. این بازیه، اینم باغ منه، باغ دومم، باغ اولم هم که این خب نمیتونه ما 3 تا پت دارم من. اولیش که اینه، این پت دومیشم که اینه، سومیشم که آره این پریم. امروز قراره گیم پلی از همین بازی برم و بچه بیدیگر آموزش هم بهتون بدم. نکنید اگر شما بخواید چیزی بخرید اینجا که به قیمتتون هست و به قیمتی که چیزی که پول دارید میتونید بگیرید. حالا یه بخش دومی هم جدیدن تو ایونت اضافه شده که این آورده و اینم بخش دومشه. این بخش دومشه که به اینو نیاز داره. اینم چیزهایی که بر این بخش موجود کرده. اینم که اگه لول 3 بار اگه لول 6 کنید بهش غذا بدید این نوستون داره. حالا بکنم میایم این ور باشید بچه. یه نفر من لایک کرد باید کدش من لایکش کنم. بچه اینجا یه دونه چیز هست، یه دونه شاپ هست. این شاپ هم جدید اومده و اگر میخواید بدونید اینه که اینو بزنید شما میبره اینجا شما میتونید 10 تا از این چیزایی که باشید از اون دونه ها رو بگیرید بهتون میده. در ازاش 10 تریلیارد نه 10 نیست 10 نمیدونم حالا چقدر و یه دونه از این سیبا میگیره و به 10 تا از اونا میده. و اگه این سومیه رو بزنید بله اینجا میتونید شاپشو ببینید. این یه دونه سیو بهتون اضافه میده، یه دونه زمین، این بهتون تخم میتونید یه دونه تخم مثلا بیشتر از 3 تا بذارید. اینم بیشتر از 3 تا پت، اینم بیشتر ساخت و ساز و اینم بیشتر دیگه. آره دیگه. بعد بچه درباره این درخت به این میگن درخت بون و فقط تو اون ایونت قبلی بوده، الان دیگه نیست. یه لحظه بایستید. بله حالا بچه اون تست چند تا شاپ بذارید از سمت چپ براتون تعریف میکنم که این شاپ چیان و چه چیزی میکنم. این باید پتتون لول 50 باشه که پت من الان بیشترینش لول 48. باید 50 باشه. میارید داخل اینجا. این الان یه دقیقه میارید اینجا پتتون و بهش پتتون اینا رو میده. این مثلا رنگیش میکنه، اینم کمیاب‌ترینشه که نمیدونم چیکار. اینا چیزها هستن که پتتون رو میکنه، ممکنه گل دم کنه. بعد اینجا هم پت فروشی بهتون پت و اینا میدن. میتونید اینجا با این میتونید پتتون رو بفروشید. پتی که دستتونه با این میتونید پت بخرید. البته پت نه تخمای پت، این تخم برای اومده. اینم که آبه که میتونید به اینا آب بدید. اینم واسه تریده، اینم واسه جابجا کردن گیاه ها، اینم واسه اومدن به اینجا.
اینم آب پاشان، این دوتا هم چیز تشویقی های پتاتون هست، یعنی چیزات حیوانات. اینم آب پاش 3. بچه برای اینکه بخواید یه گیاهتون بزرگ شه باید یه دونه اینا بزنید که قشنگ بتونید بزرگ شه. برای لول اپ کردن پتاتون باید از اینا استفاده کنید. اینجا هم که چیز میده اینا رو میفروشه، میتونید بخرید و بذارید برای تزیین. اینجا هم میتونید بسازید دونه های مختلف، میتونید بسازید اینجا میتونید چیزهای مختلفی بسازید. من که عاشق همین چیزم، من که عاشق همین بازی هم، چون خیلی طرفدارشم و از آره دیگه. بچه دقیقه پرسید آره یا نه؟ گفتم آره. خلاصه بگم اگه میخواد کسی چیز کنید میاد اینجا لایکش میکنید، بعد که اینو بزنید میتونید به دوستاتون اضافهش کنید و آره خلاصه این ایونت جدیدم برای کسایی که نمیدونن آره بعد که بیاید اینجا میتونید 375 تا روبلاکس بدید که چیزاتون بزرگ شه. و اگه شما مثلا بخواید یه چیزی اونتر بسازید باید نمیدونم چند تا روبلاکس بدید، تا بتونید چیز کنید. آره خلاصه باشید ببینم این چی میگه این زبان بسته. خب داشتم میگفتم دیگه. بچه این الان میخواد ببینه چی پتای خونه. آره دیگه بچه من دارم به این نشون میدم ببینین لذت ببره. خب اوه بچه مثل اینکه برقامون رفت و من دیگه نمیتونم وسط اینو بذارم. خلاصه اگه پارت 2 میخواید حتما بگید لایک سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.